واسه این سبزی معطر. شماره 1. برای درمان آسم. نعنا ویژگی‌های آرامبخش دارد و برای بیماران مبتلا به آسم بسیار مفید است، چون باعث انسداد در لوله بینی می شود. با این حال مقدار و فراوانی مصرف نعنا باید کنترل شود، چون استفاده بیش از حد ممکن است منجر به سوزش بینی و معده شود. شماره 2. کمک به فرایند هضم. نعنا آرام بخش است و خاصیت پاک کنندگی و سمزدایی دارد. از التهاب در معده جلوگیری می کند و فرایند هضم را تقویت می کند. شماره 3. کاهش و درمان اختلالات تنفسی با نعنا. نعنا به شکل چای یا جویدنی برای رفع گرفتگی گلو، بینی، برونشیت و ریه ها استفاده می شود. به تسکین بینی، گلو و مجاری تنفسی و جلوگیری از یک اختلال طولانی که معمولاً با آسم یا سرما شروع می شود کمک می کند. نعنا یک درمان طبیعی مؤثر برای این حالت است و در پمادها استفاده می شود. شماره 4. کمک به کاهش وزن. مصرف نعنا این اطمینان را می دهد که انرژی اضافی را به شیوهی سالم از دست دهید. نعنا آزادسازی آنزیم‌های گوارشی بدن را قادر به مصرف چربی بیشتری به منظور تولید انرژی می کند. شماره 5. استفاده از نعنا برای جلوگیری از آلرژی. روغن‌های موجود با ترکیب نعنا به طور گسترده‌ای برای مقاومت در برابر انتشار مواد شیمیایی خاص در بدن شناخته می‌شوند که منجر به آلرژی فصلی و تب یونجه نیز می‌شود. نعنا بهتر است به شکل خام یا به شکل چای مصرف شود تا از آلرژی‌ها محافظت کند. این مزایا همچنین برگ‌های نعنا را برای سرفه و دیگر مسائلی که با انقباضات شدید و ناگهانی عضلات ناحیه اطراف تشدید می‌شوند عالی می‌کند. شماره 6. برای تقویت کبد. نعنا برای کار کردن مؤثر کبد شناخته شده است و نعنا به خاطر وجود مواد مغذی ضروری و خواصی چون آرامش بخشی و تسکین دهندگیش یک گیاه بسیار مفید برای افزایش قدرت کبد است. شماره 7. بهداشت دهان را تضمین می کند. نعنا یک خوشبو کننده دستگاه تنفسی است. علاوه بر اطمینان از تمیزی زبان و صمغ‌ها، مانع رشد باکتری در دهان می شود. بنابراین نعنا جزو بسیار محبوبی است که در تهیه خمیردندان و دهانشویی استفاده می شود. شماره 8. استفاده از نعنا برای جلوگیری از کاهش حافظه. افرادی که مصرف کنندگان معمولی نعنا هستند به شدت هوشیار و باهوش هستند. نعنا به عنوان یک محرک مؤثر شناخته شده است که حفظ حافظه بلند مدت و هوشیاری شخص را افزایش می دهد. شماره 9. استفاده از نعنا برای داشتن پوست سالم. نعنا دارای خواص ضد خارش و ضد عفونی کننده است و اطمینان می دهد که پوستتان کاملا تمیز شده است. به پیشگیری و درمان عفونت‌های پوستی کمک می کند. شماره 10. جلوگیری از افسردگی با نعنا. نعنا یک محرک طبیعی بسیار معطر است که باعث افزایش انرژی در بدن می شود. می تواند به صورت روغن یا تنفسی یا به صورت بخار به کار رود تا افسردگی و خستگی را بکاهد. ذهن را تحریک می کند، به آن نیرو می بخشد و حالت و کارکرد جامع بدن را افزایش می دهد. شماره 11. استفاده از نعنا برای کمک به شیردهی. نعنا به درمان و بهبود نوک پستان‌های ترک خورده و سندرم روده تحریک پذیر کمک می کند. استفاده از روغن نعنا روی سینه مادر، شیر مادر را به جریان پایدار بدون ایجاد آسیب به پوست حساس و از بین بردن درد نوک پستان کمک می کند. شماره 12. استفاده از نعنا برای جلوگیری از سرطان. تحقیقات نشان داده است که برخی آنزیم‌های فعال موجود در نعنا به توانایی پیشگیری و درمان سرطان مجهز هستند. شماره 13.
استفاده از نعنا برای کمک به گرفتگی‌های ماهیچه‌ای. زمانی که گلوی شما قرمز و تحریک می شود، ماهیچه‌های دور گردن و قفسه سینه ممکن است از عمل سرفه که با ناراحتی‌های اولیه و التهاب در طول مری آورده شدن آسیب ببینند. احتمالا متوجه شدید که پس از یک روز کامل سرفه، گلو و سینه بسیار خسته و زخمی می شود. پس استفاده از برگ‌های نعنا مفید است. صدها سال پیش مردم فهمیدند که برگ‌های نعنا توانایی کاهش التهاب و همچنین توانایی آرام کردن فعالیت حرکتی در ماهیچه‌ها را دارند و این به نوبه خود به جلوگیری از التهاب ناشی از آن کمک خواهد کرد. امروزه گیاهانی مانند نعنا با نوشیدنی‌های داغ مانند چای بسته‌بندی می‌شوند. شماره 13: استفاده از نعنا برای مبارزه با اثرات سرماخوردگی. وقتی یک سرماخوردگی معمولی دارید، تأثیرات فردی زیادی وجود دارند که بر شما تأثیر می‌گذارند. سوزش، درد، دشواری در تنفس و تولید خلط تعدادی از نشانه‌های بسیار ناراحت کننده است که می‌توانید تجربه کنید. اما مصرف برگ‌های نعنا می‌تواند به تسکین دادن بخش عمده‌ای از اثرات آزاردهنده ناشی از بیماری کمک کند. وقتی که برگ‌های نعنا برای کاهش تورم کار می‌کند، راحت‌تر خواهید بود و می‌توانید استراحت کنید. این منجر به کاهش آشفتگی‌های در سینه و گلو می‌شود. فعالیتی که در سرفه وجود دارد، اتلاف عمده انرژی دارد و فشار زیادی روی سیستم شما قرار می‌دهد که باعث می‌شود بیشتر مستعد ابتلا به بیماری شوید. شماره 14: نعنا تنفس سخت را بهبود می‌بخشد. زمانی که با سرمای شدیدی بیمار می‌شوید، یکی از بدترین عواقب آن زمانی است که مجاری تنفسی شما با انواع مختلف التهاب مسدود شود. این کار می‌تواند فعالیت‌های روزمره و حتی خواب را برای شما سخت کند. برای کمک به این مشکل شما می‌توانید قطعه بزرگی از نعنا را بخورید یا بجوید. به خاطر ماهیت ضد التهاب برگ‌های نعنا، به احتمال زیاد مناطق قرمز و متورم درون دستگاه تنفسی شما در مدت کوتاهی با خوردن یک نعنای تازه تسکین پیدا می‌کند. یک راه عالی برای رسیدن به این مزایا اضافه کردن یک نعنای تازه به چایتان است. مایع و بخار داغش می‌تواند بسیار نافذ و مؤثر باشد. شماره 14: نعنا غنی از ویتامین‌ها و مواد معدنی ضروری. برگ‌های نعنا نه تنها طعم خوبی را به غذاها اضافه می‌کنند و برای کسانی که آن را می‌خورند تنفس تازه می‌کنند، بلکه برخی از مواد معدنی بسیار مهم را به مردم می‌دهند که به رشد بدن آنها کمک می‌کند. فسفر، آهن و کلسیم با ویتامین‌های C و آی نعنا برای ترمیم و رشد سلول‌های پوست بسیار مهم هستند. این ویتامین‌ها و مواد معدنی همچنین بخش‌هایی از دیواره سلولی را در سیستم گردش خون شما ایجاد می‌کنند که برای زندگی کاملاً مهم است. نعنای تازه محبوب‌تر از همیشه است و مصرف آن به معنای داشتن بدن سالم‌تر است. بنابراین غذاهایی را پیدا کنید که طعم نعنا را تکمیل کنند تا بیشترین سود را به دست آورید. برگ‌های نعنا حاوی ترکیبات مختلفی هستند که می توانند به تسکین درد و مجاری گوارشی کمک کنند. این می تواند به جلوگیری از واکنش‌های ناشی از نفخ و واکنش‌های دردناک که گاهی ممکن است رخ دهد کمک کند. به ویژه برای افرادی صدق می کند که از انواع تغییرات دستگاه گوارش رنج می برند. شماره 15: نعنا دافع برخی حشرات پروازی. حشرات پروازی مانند پشه‌ها و آفات دیگر می توانند مشکل بزرگی باشند و باعث شود شما احساس درماندگی بکنید. برخی حشرات پروازی حتی می توانند بیماری‌های وحشتناکی با خود حمل کنند که منجر به بیماری‌های مادام العمر شوند. در این زمان منطقی به نظر می رسد که شما هر کاری را انجام دهید تا خود و خانواده خود را در برابر آنچه که به طور بالقوه تهدید کننده زندگی خواهد بود محافظت کنید. شماره 16: نعنا برای کمک به کاهش نفخ و گاز معده. اکثر مردم تجربه شرم‌آوری را در زمانی که نفخ شکم داشتند تجربه کردند.
بعضی از غذاها می توانند باعث ورم همراه با گاز شوند. مصرف نعنا می تواند به جلوگیری از تولید گاز متان کمک کند، چون تولید شیره معده را تحریک می کند. خوردن یک شاخه نعنا به احتمال زیاد برای کاهش گاز و نفخ مفید است. یک بخش سالم از گیاه را بردارید و آن را گاز بزنید و قورت بدهید. شماره 17. کمک به کاهش و مدیریت درد با نعنا. در دوران باستان افرادی که به نعنا دسترسی داشتند اغلب از آن در زخم‌های کوچک و خراش‌هایشان برای تسکین درد استفاده می‌کردند. نعنا همچنین دارای برخی عوامل ضد باکتری است که به جلوگیری از برخی عفونت‌های کوچک کمک می‌کند. مطالعات نشان دادند که نعنا در واقع می‌تواند واکنش درد را محدود کند. آنها حتی کشف کردند که خوردن نعنا نیز اثرات کاهنده‌ای بر درد دارد.